الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله تعالى این حلقه 79 از آموزش کلمة التوحید است. ان شاء الله در این حلقه آخرین مسائلی که تعلق به شرط ششم صحت لا اله الا الله دارد، القبول، صحبت خواهیم کرد. در حقیقت هر یک این شرط های لا اله الا الله خودش یک کتاب است و به نهایت مسائل بزرگ است. پس به حمد و توفیق الله سبحانه و تعالی و به منت و کرمش، ما امروز آخرین مسائلی که تعلق به شرط قبول هست به شما بیان نمویم. خیلی که در همه شرط ها به شما بیان نمودیم، در شرط یقین، صدق، اخلاص، محبت، که این همه ذکر شده ها اصل دارد و کمال دارد. اصل دارد، واجبات دارد، کمال دارد. وقتی که اصل این شرط ها نابود شد، انسان از اسلام و از دایره اسلام بیرون می شود و کافر می شود. اما وقتی که واجباتش نابود شد، انسان گناهگار می شود اما در دایره اسلام می ایستد. مستحباتش و کمالاتش نابود شد، انسان گناهگار نمی شود، به ترکش گناهگار نمی شود. بارک الله فیکم. پس قبول اصل دارد و کمال دارد. اصل قبول در چیست؟ اصل قبول، اساس قبول که ترکش انسان را کافر می کند، این قبولی که تعلق به توحید دارد و اصل دین و ایمان دارد. یعنی قبول توحید و قبول اصل دین و قبول ایمان، این اصل قبول است. وقتی که انسان توحید را قبول نمی کند، کفر بر طاغوت ندارد، مقصد رکن لا اله الا الله که این نفی است و اثبات است، و توحید ربوبیت و الوهیت، اسماء و صفات، یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت، در ربوبیت، اسماء و صفات، که این همه توحید است، در اینجا قبول ندارد، انسان کفر می شود. و اصل دین، اصل دین معروف است: شناخت الله، شناخت رسول، شناخت دین با دلیل هایش. ما اهل سنت و جماعت سه اصل داریم. اصل دین ما سه تاست: معرفت الله، معرفت الرسول و معرفت دین الاسلام بالادله. شناخت الله، شناخت رسول و شناخت دین. در این اصل هم اگر قبول وجود نداشته باشد، این اصل دین رو کسی که قبول نکند، در اینجا هم انسان کفر می شود. و اصل ایمان، یعنی رکنهای ایمان، که ایمان به الله، ایمان به رسول، ایمان به کتابهایش، ایمان به ملائکه ها، ایمان به روز قیامت و ایمان به تقدیر نیکی و بدی، که کسی در همین جا قبول رو ترک می کند، در یکی از این 6 اصل ایمان ایشان کفر می شود. یا که اصل اسلام به مانند چخیلی که گفتیم اکمالش لا اله الا الله، نماز، روزه، حج، زکات، کسی که این عبادت ها رو قبول نکند، رد بکند، البته کفر میشد. این معروف است: اصل توحید، اصل دین، اصل ایمان، اصل اسلام، که اینها همه اش اصل قبول است. یعنی قبول در اینجا حتما باید باشد، اگر نباشد انسان کفر میشد. دومین نمود قبول، قبولی که قبول تام یا که کامل هست، که البته قبول تام و کامل به دو قسم میشد: واجبات کتی و مستحبات. یعنی یک نمود قبول هست که واجب است، که انسان این قبول رو ترک کند، اسلامش باقی میماند اما گناهگار میشود. یک نمودش هست که مستحب است، اگر انسان ترک کند گناهگار نمیشود. بارک الله فیکم. پس مردم و انسان‌های مسلمان از همدیگر فرق دارند از جهت قبول مقتضایات
از جهت طلبات قبول، از جهت طلبات قبول، مقتضیات یعنی طلبات های قبول، از لوازم ها چیزهای ضروری قبول، از مثلا انقیاد، عمل رو به جا آوردن، عمل کامل رو به جا آوردن، از جهت رضا، محبت، کوشش نمودن، مسارعه و پیش بردن دین، انسان ها از همدیگر فرق دارند. اما از نفس خودی همون قبول همه باید برابرند. الاصلش باید همه دین رو قبول کنند. برای اون که ما گفتیم قبول کردن دین این چه است؟ شرط لا اله الا الله است. پس قبول کردن همه چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله آورده اند و از رسول الله وارد شده است، این یکی از واجبات فرائض دینی است. بارک الله فیکم. که هیچ کسی در اینجا کم و زیاد نه، یعنی یک کس کمتر قبول میکند، یک کس زیادتر قبول میکند، نه، همه باید یک رنگ دین رو قبول کنند. اما از جهت عمل نمودنش انسان ها از هم دیگر فرق دارند. بارک الله فیکم. این یک مسئله بود. مسئله دیگر، کم کننده های قبول، ناقص کننده های قبول، یا که شکننده های قبول، یا که قادح کننده های قبول. بارک الله فیکم. پس این شکننده، کم کننده یا که نابود کننده های قبول به دو قسم تقسیم میشد. یک قسمی هست که این اسلام انسان را نابود نمی کند و قسم دیگرش هست که اسلام انسان را نابود میکند. یعنی یا صاحبی همین قبول، صاحبی اسلام، یک انسان در واجبات تقصیر دارد، واجباتی که الله بر سرش واجب کرده است در همون جا تنقیصی میکشد که این قبول رو نقص میکند. وقتی که انسان در عمل کردن ناقص داشته باشد، کمبودی داشته باشد، قبولش هم کمبودیش پیدا میکند. یا که یگان عملی رو انجام میدهد که این سببی کمشوی ناقص یا که کمشوی قبول یا که نابود شوی قبول میشد. یعنی سببی کم شدن یا نابود شدن قبول دو چیز است: یا که ترک کردن عمل، یا که عمل نکردن، یا که عمل کردن. عمل نکردن یعنی گفته های الله رو به جان آوردن، یا که یگان چیزی در شریعت نبوده رو انجام دادن که هر دوی سبب میشد که انسان شود قبولش ضعیف شود یا کم شود. برای همین علما ذکر کردن با چندین عمل هایی که قوادح است، یا که نابود کننده و کم کننده، یا که کم کننده و ضعیف کننده قبول است. یکمینش گفتن این بدعت است. بدعت، حقیقت بدعت، خود بدعت حقیقتش این باز میگردد به نبودن قبول تام. یعنی وقتی که انسان قبول کاملی 100% دین ندارد، یعنی که یک انسان دین رو 100% قبول نکرده است، از همون بدعت به وجود می آید. برای من علما میگن که بدعت این سببی نابود شدن یا که ضعیف شدن یا کم شدنی قبول است. برای اون که بدعت هم هر نمود است. بعضی بدعت ها هست که کفری هست و انسان رو قبولش رو نابود میکند و کفر میکند، و بعضی بدعت ها هست که کفری نیست بلکه کبیره است، این قبول رو ضعیف میکند، نابود نمیکند اما ضعیف میکند، کم میکند. چرا؟ برای اون که میگن حقیقت بدعت همین است که باز میگردد به این که میگن نبودن قبول کامل شریعت سبب میشود که بدعت به وجود آید. بارک الله فیکم. دومین قادح قبول، بد کننده قبول، این گناه است. و البته بدترین گناه این شرک است که شرک اصلا قبول رو نابود میکند، کفر قبول رو نابود میکند، انسان رو کفر میکند. اما دیگر گناه های کبیره از مثلا دزدی، زنا و نوشیدن خمر و غیر و غیره، دیگر از گناه ها این قبول رو چه میکند؟ به پرگی نابود نمیکند اما به درجه نابودی میرساند. انسان کافر نمیشود اما به نهایت قبولش ضعیف میشود، ایمانش ضعیف میشود. یا که در اسما و صفات تعطیل کردن اسما و صفات، قبول نکردن معناهای اسما و صفات، این هم در مسئله این که قبول رو نابود میکند و ضعیف میکند تعلق دارد.
که البته ما در مسائل اسما و صفات به شما بیان میکنیم. یا که عقل رو از نقل، عقل رو از قرآن و سنت پیش دانستن، یا که عقل رو خوب گفتن هم البته همین چی است؟ نابود کننده و ضعیف کننده قبول است. یا که رضا نشدن و تسلیم نشدن به شرع الله سبحانه و تعالی و قدری، که البته انسان کفر میکند. یا که تعارض کند، عقل رو از نقل پیش داند یا که عقل رو تعارض کننده داند، چه که متکلمین و فلسفه میکنند، البته در بعضی حالات انسان رو به کفر میبرد. پس از این قاعده هایی که ذکر کردیم، بعضیش قبل رو باطل میکند، بعضیش اصل قبل رو نابود میکند و بعضیش انسان رو چی میکند؟ کفر نمیکند، اما کاملی قبول رو نابود میکند، یعنی قبول انسان رو ضعیف میکند. بارک الله فیکم. و این چنین بعضی از عمل ها هست که این رو علما موانع القبول، منع کننده های قبول ذکر کردن. یعنی چی چیزها سبب می شود که انسان دین رو قبول کرده نمی تواند؟ چی عمل ها سبب می شود که انسان قبولش نسبت دین، سنت و عموما نسبت دین و شریعت قبولش نابود می شود یا که قبول کرده نمی تواند؟ بعضی انسان ها رو می بینید که قبول کرده نمی تواند. سبحان الله. می فهمانید، حجت می آورد، می فهمد، نمی کند، قبول نمی کند. سبب در چیست؟ خیلی که مثلا ولید ابن المغیره قریشی مشرک فهمید اما قبول نکرد. سبب در چیست؟ علما 4 سبب رو ذکر میکنند. میگن یکمین سبب جهل است. در مردم سبب اول برای قبول نکردن دین این جهل است. جهل در حقیقت یک کسلی، یک مریضی بدترین است که در تمام شرط های لا اله الا الله جهل این بدترین است. یعنی برای نابود شدن علم این جهل است. یقین هم یکی از سبب های نابود شدنش جهل است. صدق هم یکی از سبب های نابود شدنش جهل است. یعنی وقتی که انسان جاهل میموند در حقیقت به مشکلی های زیاد گرفتار می شود. جهل چیست؟ جهل ندانستن حقیقت یک چیز. ندانستن حقیقت یک چیز، علم نداشتن به حقیقت یک چیز. عدم العلم به حقیقت شیء. یعنی وقتی که به حقیقت شریعت، به حقیقت دین، به حقیقت قرآن و سنت، به حقیقت الله و رسول انسان علم ندارد، همین را جهل میگن. همین جهل سبب می شود که انسان قبول نکند، دین را قبول نکند. برای همین انسان های هستند که مسلمانان دین را قبول کرده اند اما بعضی از سنت را قبول نمی کنند. چرا؟ برای اونکه جهل دارند. قبول دارند اما بدعت انجام میدن. چرا که جهل دارند. جهل در قرآن و سنت دارند، در شناخت الله و رسولش دارند. الله را قبول میکنند اما در بالای عرش بودن الله را قبول نمیکنند. چرا که جهل نسبت قرآن و سنت و اقوال علما و صحابه دارند. پس برادرم و خواهری موحدم، باید کوشش بکنی که جهل از تو نابود باشد، جهلت نباشد. و نبودن جهل این یا که رفع الجهل، نابود کردن جهل به سبب خواندن، به سبب کوشش کردن، به سبب آموختن توحید می شود. خود به خود نمی شود. مذهب صوفی میگن خود به خود می شود. وقتی که خوب میکنید یک بار شما جهلتون نابود می شود، که البته این باطل است. این سخن بینات باطل است. با آموختن جهل نابود می شود. بارک الله فیکم. و دومی منع کننده جهل این دشمنی، عناد، دشمنی کردن به دین، یا که حسد کردن، یا که کبر ورزیدن. اذا قیل لهم لا اله الا الله و مستكبرون. بسیار انسان هایی که دین را قبول نمی کنند یا بعضی از احکام دینی را قبول نمی کنند، سببش کبر است. مثلا یهودی ها حق را فهمیدند، خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 146 بیان میکند و میگوید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
آنانی که ما به اونها کتاب دادیم، یعنی یهودی ها و نصرانی ها، یهود و نصرانی ها اهل کتاب، یعرفونه، یهودی ها و نصرانی ها بعد از آمدن پیامبر، بعد از پیامبر شدن پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم، پیامبر را عمیق فهمیدند که همین پیامبر است. یعرفونه، شناختند، یعنی علامت های پیامبر را فهمیدند، دانستند که همین پیامبر است، فهمیدند حق. یا خیلی که فرزندای خود رو میشناسند، یعنی یک انسان، یک پدر فرزند خود رو چخیل میشناسد؟ 100% میشناسد. یهود و نصارا هم پیامبر صلی الله علیه و سلم رو 100% شناختند. بسیاری از اونها شناختند. اما کما یعرفون و ان فریقا منهم، اما همون کسایی که شناختند، فرقه از اونهایی که یعنی بعضیش ایمان آورد بعد از شناختن، اما بعضی از اونها بعد از شناختن هم، طایفه بزرگی از اونها بعد از شناختن هم ایمان نآورد، حق رو پنهان کرد. یکتمون الحق و هم یعلمون، حق رو پنهان کردند در حالتی که میشناسند، میدونند که حق هست. پیامبر حق بودن رو فهمیدند که از جانب الله هست. خیلی که فرزندای خود رو میشناسند شناختند اما قبول نکردند. چرا؟ از سبب حسد. گفتند که چرا این پیامبر از عرب اومد نه از یهود. اونها فکر میکردند که باید از یهود می اومد. برای همین به مدینه یهودی ها رفته بودند، انتظار میشدند که در مدینه از بین یهود پیامبر میاد، اما الله پیامبر رو از بین یهود نه بلکه از بین قریش، نه از یهود نه از نصارا بلکه از قریش، از عرب پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مبعوث کرد، برگزید. اما اهل کتاب و یهودی ها از سبب حسد قبول نکردند. بارک الله فیکم. یا که کفر شیطان کبر بود، استکبار بود، اعراض بود. و سومین، البته این همه عناد، حسد، کبر، اینها سببی قبول نکردن دین میگردد. و این چنین سومین چیزی که سبب قبول نکردن میشود، منع کننده قبول، این بغض، بد دیدن شریعت، یا که ناراحت از شریعت ناراحت بودن است. که البته این هم بسیار به نظر می رسد. بسیار انسان ها اصل شریعت رو قبول میکنند اما بسیار احکامش رو از نظر بد دیدن قبول نمیکنند. بغض دارند. نسبت یگانگی الله شاید بغض نداشته باشند، اما نسبت سنت های رسول الله، نسبت مثلا گفتیم بعضشون نسبت ریش، بعضشون نسبت حجاب، بعضشون نسبت در زدن حکم الهی، بعضشون نسبت حکم الهی، نسبت رجم و سنگسار کردن زانی، بعضشون نسبت حکم قتل قوم لوطی، یعنی مرد باز و بچه بازی که از نظر اسلام کشته میشد. بعضی ها اینا بد میبینند. یعنی همین بد دیدن قبول اینها رو نابود میکرد، انسان رو کافر میکند. یا بعض چهارمین سبب رو علما ذکر میکنند، سبب منع شدن قبول، یعنی چیزهایی که سبب میشود که موانع القبول باشد، قبول کردن رو منع کند. این بعضی حالت مصلحه دنیوی انسان، مال، ملک و آبروی، کرسی میشود. در حقیقت آبروی، کرسی، منصب طلبی، مال و ملک و مصلحه های دنیا در حقیقت خصوصا در همین زمان سبحان الله بسیار انسان را از قبول باز می‌دارد، منع می‌کند. البته بعضی حالات بعضی انسان ها رو که می‌بینیم منصب دار هست، به خاطر منصبش، به خاطر کرسیش تماما قبول رو به تمام رد می‌کند، کافر می‌شود، اصل قبول رو رد می‌کند. و بعضی حالات می‌بینیم که مسلمان ها کامل مسلمان است، مؤمن است، اما مسلمان است اما قبولش کامل نیست، از سبب به خاطر دنیا شده بعضی از چیزها رو قبول نکرده است یا که ضعیف است. مثالش مثلا هرقل پادشاه روم میخواست که مسلمان شود، قلباً قبول کرد اما ظاهراً قبول کرده نتوانست، به خاطر کرسیش، به خاطر مال ملک، به خاطر پادشاه بودنش. وقتی که اسلام را قبول میکرد اون رو به قتل میرسوندن، از پادشاهیش نابود میشد از سبب ملک. یا که امروز بسیار منصبدارایی که امروز هستند از منصب بزرگی اونها
پادشاهی تا منصب‌های کوچکی که امروز هست می‌بینیم، خود در تاجیکستان ما نظر کنید، در تمام دنیا نظر کنید، یا که در منطقه‌ای که مثلا خودمون زندگی می‌کنیم نظر بکنید، بسیار انسان‌ها خیش و تبار شما شاید باشن در اونجا، خیش‌های تبارات نمی‌بینید که نماز نخوندنشون، ریش نگذاشتنشون، اهل و عائلش رو حجاب تکش میگد، حجاب نپوشوندنشون، عمل نکردن به توحید، ترک دین، همه اش به خاطر منصب است، به خاطر همون کرسی که دارد، به خاطر همون مقامی که دارد دین رو ترک کرده است. اعوذ بالله من ذلک. اما این چی است؟ این منصبش یک غلامی در این دنیا است. به سبب به این منصبش در روز قیامت به عذاب دردناک گرفتار میشد. به خاطر همین علما همیشه نصیحت میکنن که مسلمان نباید به همچنین منصب دست زند که سبب ترک دین شود. حالا که ما میگیم بعضی از منصب ها خودش کفر است، کفر میکنه ایشون رو، نماز خوان است نباشد، هم به مانند در سیستم های دولت های کفری دموکراتی، در سیستم های لشکریش حربی، یا که میلیسه ها، یا که پروکراتور، KGB و غیره، قسم هایی که دورنده و حمایت کننده این دولت دموکراتی است، این همش کفر است. یا پارلمانی، در پارلمان کار کردن، این همش کفر است. و این انسان ها به اتفاق چهار مذهب حکمشان کفر است، کافر هستند. بارک الله فیکم. پس اینها نابود کننده های، یعنی البته من کننده های قبول بود، یعنی همین چیزها سبب میشد که قبول رو انسان رد کند یا که قبول نکند. بارک الله فیکم. مسئله دیگر اینجاست که همین کلمه القبول از صفتهای الله سبحانه و تعالی و از افعال الله هست، از فعل الله سبحانه و تعالی است. و معنای قبول اخذ، علما میگن اخذ به زبان عربی گرفتن، رضا شدن. قبول به معنای محبت، ثواب، که الله سبحانه و تعالی در سوره احقاف آیه 16 میگه فتقبلها ربها بقبول حسن. پس قبول کرد الله، گرفت، رضا شد الهش به قبول نیکویی بهترین. در سوره آل عمران آیه 37 است. یا که در سوره احقاف گفتیم، البته این سوره احقاف گفتیم، این سوره آل عمران است. سوره آل عمران آیه 37 است. در سوره احقاف اینچنین نتقبل عنهم احسن ما عملوا است. احقاف آیه 16 نتقبل عنهم، ما قبول میکنیم از اونها، میگیریم از اونها بهترین عملی که انجام دادند. پس از قبولی که این از فعل الله سبحانه و تعالی هست و الله به همین فعل صفت کرده می شود، این قبول کردن عملها و قبول کردن طاعات است. بارک الله فیکم. سوال اینجا به وجود میاد که آیا قبولی که به رضا باشد، بدون رغبت، بدون رضا، بدون محبت باشد، قبولی که به محبت، به رضا، به رغبت باشد، همچنین هم آیا ممکن است؟ علما میگن که ممکن نیست. چرا که قبول شرعی این قبولی که قائم بر پاشده در بالای محبت است، قائم بر محبت است، قائم بر رغبت و بر ذلت و سرفرود آوردن و اطاعت کردن محبت الله است. و البته قبول به نهایت علاقه شدید بر رضا دارد، رضا شدن بر دین، رضا شدن بر احکام. چرا که یکی از معناهای قبول خودش رضا هست. پس علما میگن رضا، قبول، یعنی راضی شدن، این از همه چیزی مهمترین لوازمات قبول است. بلکه همون رضا، راضی شدن، این معنای قبول است. ما معنای قبول رو گفتیم که اخذ، گرفتن، رضا، محبت. بارک الله فیکم. پس این بود مسائلی که تعلق دارد به شرط ششمی صحت لا اله الا الله، المحبه. البته محبت این شرط پنجمش است. شرط ششمش القبول. این همه مسائلی که گفتیم تعلق به شرط ششم لا اله الا الله که القبول هست داشت و با همین شرط
القبول رو تا اینجا به پایان میرسونیم. اما بعضی از مسائلی هست که تعلق به قبول دارد، به مانند مثلا نطق کردن با شهادتین، نطق کردن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، اقرار کردن این که به قبول شرطای، یعنی به قبول به نهایت تعلق زیاد دارد. و بعضی از مسائل دیگری که تعلق به چی القبول دارد، به مانند مرگ با توحید، وفات کردن با توحید. من فکر میکنم این مسئله ها هم باید ذکر کرده شود، یک درس یا دو درس دیگر یا دو درس یا سه درس دیگر، که البته این موضوع های بنیاد مهم است و به شرط قبول